برگام راکستار تایید کرد هر چیزی که توی تریلر دوم GTA 6 دیدیم داخل خود گیم و روی یه PS5 ضبط شده بود. گفتن که نصف تریلر از روی گیم پلی بوده و نصف بقیه‌اش از روی کاتسینا بوده. اصلا جای تعجب نداره که گیم تأخیر خورده. ببین یه کارهای عجیب غریبی دارن میکنن. حتما حباب روی شیشه آبجو رو دیدید همتون. روی جزئیات دیوونه کننده‌ای دارن فخ میذارن. مثلا وقتی یه شیشه پر از مایعات رو داری جابجا میکنی تکون خوردنش رو طراحی کردن. و طبیعتا روی کلاب‌های خاک برسری و اون کفشه هم خیلی زمان زیادی گذاشتن. میدونم که البته شما مشتاق نیستید که اونجاها رو ببینید چون که اصلا مهم نیست. همین الان هزینه برترین گیم تاریخ شده و هزینه ساختش از ساختن کل برج خلیفه بیشتر بوده. یه شایعاتی هم هستش که احتمالاً مپ بازی 2 برابر مپ GTA ویه و حدوداً 200 گیگابایت هم حجمشه.